به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه کسب و کار شروع میکنیم. کتاب 40 قانون موفقیت در کسب و کار اینترنتی. با خداحافظی از کارمندی، حرفه مورد علاقه خود را شروع و تجارت آنلاین راه اندازی کنید و درآمد اینترنتی داشته باشید. این کتاب نوشته متیو پاولسن، مترجمین ساسان جعفرنیا، هانیه قفرانی و بهاره قاسمی هستند. این کتاب چاپ سومش در سال 1400 بوده و شامل 4 بخش هستش. بخش اول خودتان را توسعه دهید، بخش دوم کسب و کار خود را راه اندازی کنید، بخش سوم کسب و کار خود را اداره کنید و بخش چهارم کسب و کار خود را گسترش دهید. این کتابی هستش که میتونه به شما کمک کنه یک کسب و کار اینترنتی رو برای خودتون راه اندازی کنید. ابتدا با مقدمه این کتاب رو شروع میکنیم و سپس به سراغ 40 قانون میریم برای برنامه‌ریزی در کسب و کار اینترنتی. با من همراه باشید. مقدمه: رویا پردازی برای موفقیت تا تلاش برای رسیدن به موفقیت از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. افراد زیادی هستند که دوست دارند به یک کارآفرین موفق با داستانی الهام بخش برای دیگران تبدیل شوند و کسب و کار اینترنتی سودآوری داشته باشند. افرادی که دوست دارند مطابق میل خودشان زندگی کنند و هیچ نگرانی بابت پول نداشته باشند. این افراد داستان کارآفرینان موفق را می‌خوانند و می‌بینند که آنها چطور خودشان را از کار اداری نجات دادند و کاری را پیدا کردند که عاشق آن هستند و پول خوبی هم از آن به دست می‌آورند. اما متاسفانه تعداد کمی از این افراد حاضرند کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنند و گام‌های ضروری برای تحقق رویاهایشان را بردارند. از طرف دیگر کسانی هم که مایلند نمی‌دانند که چطور باید شروع کنند و چگونه گام‌های خود را رو به جلو و به سمت موفقیت بردارند. به همین دلیل رویای رسیدن به موفقیت مالی و تغییر شیوه زندگی در حد یک رویا باقی می‌ماند. 40 قانون، یک برنامه عملی برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی. اما خوشبختانه رویای شما به راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی برخلاف سایر رویاهای شما به شکست منتهی نمی شود. شما می توانید یک کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنید تا کاری که عاشقش هستید را دنبال کنید. نیازهای خانواده‌تان را تأمین کنید و طبق میل و دلخواه خود زندگی کنید. برای تبدیل شدن به یک کارآفرین اینترنتی موفق 2 اصل کلیدی وجود دارد: داشتن اراده قوی برای تلاش فراوان و داشتن برنامه عملی ثابت شده. اگرچه من نمیتوانم شما را مجبور کنم که ساعتهای طولانی برای رسیدن به یک کسب و کار موفق تلاش کنید، اما میتوانم بر اساس تجربیات خودم قوانین و برنامه عملی ثابت شده‌ای در اختیارتان قرار دهم تا شما هم بتوانید یک کسب و کار اینترنتی موفق و سودآور همانند کسب و کار من داشته باشید. کتاب 40 قانون موفقیت در کسب و کار اینترنتی برای شما نوشته شده است تا بتوانید ایده‌های کسب و کاری خود عملی و اجرایی کنید. فرقی نمی‌کند که هدف شما از راه اندازی این کسب و کار چیست. شاید یک فروشگاه اینترنتی باشد یا محصولی اطلاعاتی، یک نرم افزار، یک سایت عضویت، شرکتی که از طریق اینترنت خدمات حرفه‌ای ارائه می‌دهد و یا هر کسب و کار نوپای دیگر. این کتاب دانش و بصیرت لازم برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی را به روشی صحیح از ابتدا در اختیار شما قرار می‌دهد. در این کتاب
که شامل 40 قانون از تجربیات 8 ساله من است، استراتژی هایی می‌آموزید که افکار اولیه شما را به سمت موفقیت کسب و کارتان سوق می‌دهند. در بخش اول این کتاب با عنوان خودتان را توسعه دهید، قوانین مفیدی معرفی می شود تا زندگی خود را در حین تبدیل شدن به یک کارآفرین اینترنتی بر اساس آنها برنامه‌ریزی کنید. در بخش دوم با عنوان کسب و کار خود را راه اندازی کنید، اطلاعاتی مبتنی بر تجربه برای ایجاد مدل کسب و کار و یافتن جنبه‌های منحصر به فرد ایده‌هایتان ارائه می شود تا بتوانید کسب و کار خود را راه اندازی و بالا بکشید. بخش سوم با عنوان کسب و کار خود را اداره کنید، شامل راهنمایی‌های جامعی از فعالیت‌های روزمره کسب و کار، توصیه‌هایی در خصوص ارتباط با مشتریان و بازسازی مجدد پس از غلبه بر موانع کسب و کار است. و در بخش چهارم و نهایی این کتاب با عنوان کسب و کار خود را گسترش دهید، استراتژی‌های مختلفی برای بازاریابی و رشد کسب و کار معرفی می‌شوند. این استراتژی‌ها زمانی به دردتان می‌خورند که بین مشتریان مقبولیت پیدا کرده اید و یک کسب و کار موفق را اداره می‌کنید. حتما لیست کتاب‌ها و پادکست‌های پیشنهادی و همچنین 40 ایده کسب و کار اینترنتی من که در انتهای کتاب برای کارآفرینان نوپا آمده است را مطالعه کنید تا بهتر بتوانید کسب و کار متناسب و منحصر به فرد خود را پیدا و راه اندازی کنید. داستان من اولین بار طعم درآمد اینترنتی را در سال 1999 چشیدم. آن زمان یک پسر بچه بازیگوش 14 ساله بودم که فقط کمی از کامپیوتر سر در می آوردم و توانسته بودم HTML را با شرکت در تالارهای گفتگوی آنلاین متعدد یاد بگیرم. سپس یک وبسایت ساختم و چندین بازی در آن قرار دادم. اطلاعات مربوط به بازی‌ها را جمع‌آوری کردم، برایشان چند عکس گرفتم و قابلیت دانلود و گرفتن کدهای تقلب آنها را برای کاربران فراهم کردم. تا جایی که به خاطر دارم روزانه 25 بازدید به وبسایتم داشتم. علاوه بر این بنرهای تبلیغاتی متنوعی در سایتم قرار داده بودم. طولی نکشید که وبسایت کوچکم توانست ماهانه $2500 درآمد حاصل از تبلیغات کسب کند که پول خیلی خوبی برای یک پسر بچه 14 ساله بود. سپس سعی کردم چندین وبسایت دیگر با طرح‌های درآمدزا بسازم تا اینکه توانستم پول کافی برای خرید یک کامپیوتر برای خودم جمع کنم، حدود $1000. بعد از آن درگیر تکالیف دبیرستان و کار نیمه وقتی که در برگر کینگ داشتم شدم و در روحیه کارآفرینانه‌ام تا سال دوم دانشگاه یک وقفه افتاد. یعنی تا اوایل سال 2007 که دوباره برای کسب درآمد از اینترنت قدم گذاشتم و یک وبلاگ مالی شخصی به نام Getting Green راه اندازی کردم و برای شرکت‌های مختلف به عنوان فریلنسر نویسندگی کردم. با استفاده از گوگل ادسنس و برنامه‌های وابسته به آن و همچنین فروش تبلیغات لینکدار دوباره شروع به کسب درآمد کردم. بعد از مدتی نام وبلاگم را به امریکن کانسیومر نیوز تغییر دادم که اکنون نام همان شرکتی است که در سال 2008 ثبت کردم. برای اینکه بتوانم از معاملات تبلیغاتی پول در بیاورم، چند وبسایت مرتبط دیگر ساختم و تا اواسط سال 2008 یک شبکه کوچک از سایت‌های مالی شخصی ایجاد کردم. در اوایل سال 2009 ماهانه حدود $5000 درآمد از وبسایت‌های خود داشتم. اما باید مسیرم را تغییر می‌دادم تا بتوانم به رشد خود ادامه دهم. به همین دلیل وارد حوزه سرمایه‌گذاری شدم و یک وبسایت خبری به نام American Banking and Market News ایجاد و تیمی از نویسندگان را برای نوشتن روزانه مطالب آن استخدام کردم. این وبسایت بسیار مورد توجه قرار گرفت و در صدر جستجوهای گوگل نیوز و بینگ نیوز و چندین منبع مالی و خبری دیگر بود.
در اوایل سال 2011 متوجه شدم که درست نیست تنها به درآمد حاصل از تبلیغات تکیه کنم و همین دلیل شروع کردم به راه اندازی یک خبرنامه رایگان روزانه به نام AB Man دیلی که اکنون نام آن به ARN دیلی تغییر کرده است و به پایه و اساس کسب و کار خبرنامه سرمایه گذاریم یعنی آنالیز ریتینگ نتورک تبدیل شد. چند ماه بعد پس از شروع خبرنامه یک نسخه پریمیوم از آن تهیه کردم که کاربران می توانستند با پرداخت ماهانه $1500 به اطلاعات اضافی در خبرنامه خود دست یابند. در سال 2012 از یک نرم افزار تحقیقات سرمایه گذاری به نام ریتینگ DB رونمایی کردم و دومین خبرنامه روزانه خود را با نام وایر کامپانی ریپورت ایرنینگز ریپورت وایر تهیه کردم که خلاصه ای از اطلاعات مربوط به درآمد شرکت‌ها را ارائه می‌داد. بدین ترتیب تا اواسط سال 2014 توانستم برای خبرنامه رایگانم 100,000 عضویت بگیرم و حدود 2200 نفر نیز در نسخه پریمیوم آن مشترک شدند. در اواسط سال 2013 یکی از همکاران سابقم گفت که عضو یک شرکت سرمایه گذاری شده و یک نرم افزار جمع‌آوری کمک مالی برای جوامع انسانی و پناهگاه‌های حیوانات ارائه داده است. من به کار او به چشم یک ایده عالی نگاه کردم و چون می‌دانستم که او تجربه کار با پناهگاه‌های حیوانات را دارد، موافقت کردم که با او شریک شوم. ما پس از چندین ماه تلاش توانستیم از هیچ یک پلتفرم جمع‌آوری کمک‌های مالی آنلاین به نام گو فوتو کانتست ایجاد کنیم. این پلتفرم به پناهگاه‌های حیوانات اجازه می‌دهد تا با برگزاری مسابقات عکاسی کمک‌های مالی جمع‌آوری کنند، به طوری که توانستند در سال نخست فعالیت خود بیش از $350,000 اعانه جمع کنند. 8 سال طول کشید تا بتوانم شرکت امریکن کانسیومر نیوز خود را به شرکتی که اکنون است تبدیل کنم. شرکت من اکنون و با توجه به کسب و کارهایی که تاکنون راه اندازی کرده‌ام دارای چندین واحد تجاری است که هر کدام از آنها سالانه درآمدی 6 رقمی تولید می‌کنند. اما در این مسیر سختی‌های زیادی کشیدم و با شکست‌های متعددی روبرو شدم. به عنوان مثال در آن زمان تنها چند وبلاگ و منبع اختصاصی محدود برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی وجود داشت و من به سختی می‌توانستم اطلاعات کسب کنم. از این رو تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم تا شما بتوانید از دانش و تجربیات من بهره‌مند شوید. با رعایت قوانینی که در این فصل‌ها بیان شده می‌توانید از اشتباهات بسیاری که من در مسیر خود مرتکب شدم اجتناب کنید و سریعتر کسب و کار خود را رشد و گسترش دهید. گام‌های عملی. ما در عصری زندگی می‌کنیم که به راحتی می‌توان یک کسب و کار اینترنتی با درآمدی 6 یا 7 رقمی یا حتی 8 رقمی راه اندازی کرد. همانگونه که پیش از این هزاران نفر دیگر با تکیه بر دانش خود، تلاش بسیار و چند نرم افزار کاربردی توانستند کسب و کار خود را بسازند. بسیاری از آنها شغل قبلی خود را ترک کردند تا بتوانند تمام وقت روی کسب و کار جدید خود تمرکز کنند و خودشان ساعات کاری خود را تنظیم کنند و برخی دیگر در کنار این کار خود به یک کسب و کار جانبی دیگر نیز مشغول شدند. راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی موفق به زمان، استعداد و عزم و اراده شما احتیاج دارد. اما با این حال میتوان یک تجربه فوق‌العاده ارزشمند و سودآور نیز باشد. بهترین زمان برای شروع یک کسب و کار اینترنتی 5 سال پیش بود. با این حال بهترین زمان بعدی برای آن همین امروز است. به این فکر کنید که میخواهید در 5 سال آینده کجا باشید. آیا در همین شغلی که امروز دارید هستید و همچنین به رویاهای خود فکر میکنید یا زمانی که به گذشته نگاه میکنید سپاسگزار و خوشحال هستید که کار سخت را انتخاب کردید تا کسب و کار خود را رشد و گسترش دهید. همین امروز تصمیم خود را بگیرید و سپس با برنامه پیش بروید تا به جای یک فرد خیال پرداز به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید.
تنها کافی چند سال روی کارهایی تمرکز کنید که بقیه افراد انجام نمی‌دهند تا بتوانید بقیه عمر خود را صرف انجام کارهایی کنید که اکثر مردم نمی‌توانند. به عبارت دیگر، اگر مدتی به خودتان سختی بدهید، می‌توانید باقی عمر را در رفاه و آسایش سر کنید. چنانچه قوانین عنوان شده در این کتاب را بخوانید، مطابق آنها پیش بروید و با اراده بسیار تلاش کنید. شاید شما هم بتوانید کسب و کار اینترنتی خود را با درآمدی 6 رقمی یا 7 رقمی راه اندازی کنید. بخش اول، خودتان را توسعه دهید. قانون شماره 1. برای خود دلیل محکمی داشته باشید. دلیل شما کسب و کار شما را شکل می‌دهد. تمرکز کنید. گام‌های عملی. این جمله را کامل کنید. من می‌خواهم کسب و کار خودم را شروع کنم تا بتوانم 3 نقطه. تمام موانعی که در این مسیر با آنها مواجه خواهید شد را لیست کنید. و 3. با دقت به سوالات دیگری که به دلیل شما مرتبط هستند بپردازید. برای مثال چگونه، چه موقع، چطور. سعی کنید حتما به آنها پاسخ دهید. شاید این سوالات در طول زمان تغییر کنند، اما دلیل شما برای همیشه اساس خود را حفظ کند. قانون شماره 2. هر عذر و بهانه‌ای شکست را تقویت می‌کند. گام‌های عملی. به صورت هفتگی برای خود اهداف چالش برانگیز اما قابل دسترس تعیین کنید. در روزهای کاری برای تحقق اهداف خود وقت بگذارید. صرف نظر از هر عامل خارجی، به زمان و تلاشی که باید برای تکمیل اهداف هفتگی خود بگذارید پایبند باشید. قانون شماره 3. ارتباطات مهمتر از اطلاعات است. یک نمونه در دنیای واقعی سرگذشت برایان گرام، مدیرعامل شرکت پیپینگ انرژی را در نظر بگیرید. من داستانشو براتون نمیخونم چون میخوام به قانونها بیشتر برسم. شما چطور ارتباط برقرار میکنید؟ مستقیما دست دوستی دراز کنید و برقراری ارتباط در دنیای کسب و کار اینترنتی رو یاد بگیرید. گام‌های عملیش هم رویدادهای محلی کارآفرینان که مناسب کسب و کار شما هستن رو شناسایی کنید. هر هفته یک ارتباط تجاری جدید ایجاد کنید. در انجمن‌های آنلاین کارآفرینان عضو شوید. قانون شماره 4. به یک یادگیرنده حرفه‌ای تبدیل شوید. ارزش یادگیری مداوم را بدانید. شناخت سبک یادگیری خود را داشته باشید و تنش بین یاد گرفتن و دست به کار شدن را به خودتان تذکر دهید. گام‌های عملی. سبک یادگیری متناسب با خود را شناسایی کنید. متعهد شوید که هر ماه یک کتاب غیر داستانی بخوانید و به 2 یا 3 پادکست اقتصادی گوش دهید. از دوستان و همکاران تجاری خود بخواهید کتاب‌هایی که می‌خوانند را به شما معرفی کنند. قانون شماره 5. خانواده خود را فراموش نکنید. وقت گذاشتن برای خانواده را فدا نکنید. خانواده شما باید مطلع باشند. گام‌های عملی. یک برنامه کاری واقع بینانه ایجاد کنید. در مورد برنامه کاری، اهداف و جدول زمانی با همسر خود صحبت کنید. در تقویم کاری خود برای خودتان و هر یک از اعضای خانواده‌تان زمان اختصاص دهید. قانون شماره 6. هر بار تنها در یک مسیر حرکت کنید. هر بار تنها یک کسب و کار راه اندازی کنید. بله یا خیر؟ درک این موضوع بسیار مهم است. گام‌های عملی. هر بار تنها به یک ایده کاری متعهد شوید و فقط بر روی بهترین ایده خود کار کنید. فراموش نکنید که سابقه راه اندازی یک کسب و کار موفق تأثیر بیشتری بر ارتقاء مجموعه کسب و کارهای شما خواهد داشت تا سابقه راه اندازی 4 کسب و کار ناموفق. به نگفتن عادت کنید و تنها به ایده‌هایی متعهد شوید که فکر می‌کنید فوق‌العاده هستید. قانون شماره 7. قانون سوپرمارکت را فراموش نکنید. گام عملی. قانون سوپرمارکت را فراموش نکنید. قانون سوپرمارکت را نقض نکنید. بهترین راه پاسخ دادن به سوالات در خصوص حرکت و یا تصمیم کسب و کار بعدی خود این است که از فرد یا افراد درگیر در آن بپرسید. با این کار می توانید از بروز مشکلات بعدی در روابط کاری و شخصی خود جلوگیری کنید. قانون شماره 8. فردی باشید که همه می خواهند برای او کار کنند. راهنمودهایی برای زمانی که رئیس هستید. 1. به صورت ذره‌بینی مدیریت نکنید.
2. با زمان تیم خود هماهنگ باشید. 3. با اعضای تیم خود شفاف عمل کنید. 4. پاداش مناسب بدهید. 5. اعضای تیم خود را سورپرایز کنید. و 6. سختگیر اما منصف باشید. قانون شماره 9. شغل قبلی خود را خیلی زود ترک نکنید. گام‌های عملیش: قبل از ترک شغل قبلی مشخص کنید که کسب و کار جدید شما به چه مقدار درآمد برای راه اندازی نیاز خواهد داشت. از درآمد حاصل از کسب و کار جانبی خود برای پرداخت بدهی‌ها استفاده کنید و یک پس‌انداز اضطراری برای خانواده‌تان ایجاد کنید. تنها زمانی شغل قبلی خود را ترک کنید که سود خالص کسب و کار جدید بیشتر از 3 ماه حقوق متوالی شغل قبلی باشد. قانون شماره 10. برای شکست آماده شوید. برای موفقیت برنامه‌ریزی کنید. آمادگی مالی برای شکست داشته باشید. آمادگی عاطفی برای شکست داشته باشید. گام‌های عملی: یک صندوق پس‌انداز اضطراری از حقوق 3 تا 6 ماه خود ایجاد کنید تا از آن برای پرداخت قبوض در صورت شکست کسب و کار استفاده کنید. برای خود یک برنامه جایگزین داشته باشید تا اگر کسب و کارتان از درآمد افتاد آن را اجرا کنید. یک نمودار سازمانی تهیه کنید که در آن نشان می‌دهد کسب و کار شما بعد از بزرگ شدن چگونه به نظر می‌رسد. میریم بخش دوم، کسب و کار خود را راه اندازی کنید. بخش دوم، قانون شماره 11. انتخاب بازار مناسب یک تصمیم سرنوشت ساز است. مخاطب هدف در یک بازار رو به رشد را انتخاب کنید. سعی نکنید در تمام حوزه‌ها فعالیت کنید. به افرادی بفروشید که مایل به خرید هستند. بازاری را انتخاب کنید که میشناسید و با آن آشنا هستید. گام‌های عملی: یک لیست از تمام بازارهایی که میشناسید، در آنها تجربه دارید و میتوانند مصرف کننده محصولات و خدمات شما باشند تهیه کنید. مشخص کنید که کدام یک از این بازارها رو به رشد و کدام یک در حال افول هستند. یک لیست از حوزه‌های بالقوه موجود در بازارهای رو به رشدی تهیه کنید که میتوانند هدف گذاری شوند. قانون شماره 12. از مدل کسب و کار دیگران تقلید نکنید. کاری که دیروز جواب میداد امروز جواب نمیدهد. کسب و کار شما باید متناسب با شخصیت شما باشد. گام‌های عملی: اصلی ترین وجه تمایز خود را شناسایی کنید. کسب و کار شما چه تفاوتی با سایرین خواهد داشت؟ نسبت به نقاط ضعف و قوت مهارت‌ها و شخصیت خود آگاه باشید و به آنها توجه کنید. در ارزیابی موجود در کتاب نقاط قوت شما شرکت و آن را کامل کنید. قانون شماره 13. مدل کسب و کار داشته باشید، نه طرح کسب و کار. ایجاد مخاطب به معنی راه اندازی کسب و کار نیست. مدل کسب و کار خود را ایجاد کنید. گام‌های عملیش هم: سبک عملی خود را مشخص کنید. آیا در حال ساخت یک مدل کسب و کار هستید و یا فقط می‌خواهید حضور و مشتری آنلاین داشته باشید؟ سند مدل کسب و کار خود را تهیه کنید. مطمئن شوید که اجزای مدل کسب و کار شما به وضوح بیان شده‌اند. بازار هدف، محصولات و خدمات، استراتژی بازاریابی، قیمت‌گذاری و روش‌های تحویل. قانون شماره 14. اجازه دهید مشتریانتان محصولات شما را توسعه دهند. مشکلی برای حل کردن پیدا کنید. با مشتریان بالقوه صحبت کنید. به منظور دریافت بازخورد بیشتر، گروه‌های آنلاین شغلی پیدا کنید. گام‌های عملی: به صورت حضوری با 3 مشتری بالقوه صحبت کنید. صحت آموخته‌های خود را از طریق گفتگوهای آنلاین تایید کنید. روند مصاحبه را با مشتریان بالقوه ادامه دهید تا محصولات خود را به آنها معرفی کنید و در صورت بازارگرمی و فروش از آنها بازخورد بگیرید. قانون شماره 15. منحصر به فرد باشید. در قیمت رقابت نکنید. کسب و کارهای اینترنتی نیز پیشنهادهای فروش منحصر به فرد USP دارند. گام‌های عملی: با مشتریان بالقوه در خصوص نارضایتی‌های عمده موجود در حوزه کسب و کاری خود صحبت کنید. پیشنهاد فروش منحصر به فرد خود را ایجاد کنید. تصمیمات کسب و کاری آینده خود را بر مبنای پیشنهاد فروش منحصر به فرد شرکت اتخاذ کنید.
قانون شماره 16. با حداقل کسب و کار ممکن شروع کنید. پیش از شروع محصول تمام عیار تولید نکنید. مشکلات را تنها در صورت بروز حل کنید. گام‌های عملیش: مشخص کنید که دست کم به چه نرم افزار و سرویس هایی برای تهیه محصولات و خدمات خود و فروش آنها به مشتریان نیاز دارید. ایده محصولات و خدمات را قبل از ارائه کامل اعتبار سنجی کنید و مشکلات را تنها در صورت بروز حل کنید. قانون شماره 17. سهام خود را از همان ابتدا واگذار نکنید. واگذاری سهام در ازای پرداخت پول هزینه گزافی دارد. فریلنسرهای خوب سهم نمی‌خواهند. راه‌های ارزان‌تر جایگزین را نیز در نظر بگیرید. چه زمان می‌توان سهام را واگذار کرد؟ گام‌های عملی: به سهام کسب و کار خود دو دستی بچسبید و آن را در ازای هزینه خدمات واگذار نکنید. در ابتدا از راه‌های جایگزین رایگان و ارزان‌تر به جای پرداخت پول به فریلنسرها استفاده کنید. به جای دادن سهام به اعضای تیم، پاداش‌های آخر سالی و یا برنامه‌های تقسیم سود ترتیب دهید. قانون شماره 18. شما به یک دامنه عالی و بی‌نقص احتیاج ندارید. داشتن دامنه .com از اهمیت خاصی برخوردار نیست. چگونه یک نام دامنه عالی انتخاب کنید؟ قانون شماره 19. از قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش استفاده کنید. تست قیمت‌گذاری هنگام ورود به بازار، پرداخت یکباره در برابر پرداخت مداوم و مکرر. نکات مربوط به فرایند پرداخت، شرایط برگشت وجه را مشخص کنید. گام‌های عملی: مشخص کنید که خدمات و محصولات شما چه ارزشی برای مشتریانتان به ارمغان می‌آورد. 3 قیمت مختلف برای تست و بررسی تعیین کنید. تصمیم بگیرید که از چه روش‌های پرداختی می‌خواهید استفاده کنید. شرایط یا ضمانت برگشت وجه خود را با جزئیات شرح دهید. قانون شماره 20. زمان رونمایی محصول خود را به رویدادی بی‌نظیر تبدیل کنید. زمان رونمایی محصول را مهم جلوه دهید. مخاطبان خود را برای رونمایی آماده کنید. یک دوره زمانی برای رونمایی ایجاد کنید. از پاداش‌ها و تخفیف‌های مدت‌دار استفاده کنید. برنامه زمانبندی برای رونمایی داشته باشید. برنامه دوره رونمایی خود یک پایان مشخص داشته باشید. گام‌های عملی: یک صفحه فرود جهت جمع‌آوری ایمیل‌ها برای رونمایی ایجاد کنید. لیست ایمیل خود را از طریق وبلاگ، ویدئو و برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه در شبکه‌های اجتماعی گسترش دهید. یک برنامه زمانی از ایمیل‌هایی که می‌خواهید قبل و در طول دوره رونمایی ارسال کنید تهیه کنید. یک تاریخ پایان مشخص برای پاداش‌ها و تخفیفات محصولات خود تعیین کنید. بخش سوم: کسب و کار خود را اداره کنید که من در این بخش فقط قانون‌ها را برای شما میخونم چون که خیلی زمان نداریم و زمان زیادی میبره برای اینکه من کل فصل رو برای شما توضیح بدم و راهکارهای عملی رو بخوام براتون بخونم. پس بخش سوم: قانون شماره 21. امور مالی کسب و کار خود را از همان ابتدا در دست گیرید. قانون شماره 22. پرمشغله بودن به معنای بهره‌وری نیست. قانون شماره 23. در کسب و کار خود کارمند نباشید. قانون شماره 24. با مشتریان خود روابط دوستانه برقرار کنید. قانون شماره 25. لازم نیست همه مشتری شما باشند. قانون شماره 26. اول بخوانید سپس امضا کنید. قانون شماره 27. علائم حیاتی شرکت خود را ارزیابی کنید. قانون شماره 28. شکاک و هوشیار باشید. قانون شماره 29. ضعیفترین حلقه‌های زنجیر کسب و کار خود را تقویت کنید. و قانون شماره 30. شکست، تسلیم و بازسازی. بخش چهارم: کسب و کار خود را گسترش دهید. قانون شماره 31. برای هر چیزی مشتری پیدا نمی شود. قانون شماره 32. تبلیغات نتیجه گرا. قانون شماره 33. به جایی بروید که مردم آنجا هستند. قانون شماره 34. برای بازاریابی کسب و کار خود به شبکه‌های اجتماعی، SEO و مجلات تکنولوژی اعتماد نکنید. قانون شماره 35. مشتریان خود را داشته باشید. قانون شماره 36. میزان محبوبیت خود را
از طریق تایید اجتماعی نشان دهید. قانون شماره 37 همواره در حال تست کردن باشید و قانون شماره 38 از 3 فاکتور کلیدی برای رشد درآمد استفاده کنید. قانون شماره 39 چارچوب‌ها را تغییر دهید و قانون شماره 40 شما هیچ وقت به پایان راه نرسیده اید. و سخن آخر که نویسنده اینجا در مورد این قانون‌های توضیح کلی داده. 40 قانون عنوان شده در این کتاب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کمک کنند از اشتباهات زیادی که خود من در مسیر راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی خودم مرتکب شدم اجتناب کنید و پتانسیل رشد درآمد کسب و کار اینترنتی خود را به حداکثر برسانید. این قوانین پیشنهادی را برای راه‌اندازی کسب و کار خود مد نظر قرار دهید. تمام توصیه‌های عنوان شده در هر قانون برگرفته از تجربیاتی است که شخصاً حین راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی هم به دست آورده‌ام. اگرچه امروز یک شرکت اینترنتی سودآور دارم، اما در این مسیر اشتباهات زیادی مرتکب شدم. مثلا بابت چیزهایی پول دادم که هرگز نخریدم. وارد معاملات کسب و کاری اشتباه شدم. در عرصه محصولات گند زدم و کسب و کارهایی ایجاد کردم که هیچ وقت پیشرفت نکردم. من از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب و کارهای خود در طی 8 سال گذشته درس‌های زیادی آموختم و امیدوارم مطالب عنوان شده در این کتاب به شما در مسیر کسب و کار کمک کنند. این کتاب تنها کتاب موجود در بازار نیست که درباره راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی نوشته شده است، اما کتابی است که باید روی میز، داخل لپتاپ یا قفسه کتاب شما به عنوان کارآفرین قرار داشته باشد تا در صورت نیاز به اطلاعات موجود در آن مراجعه کنید. از این قوانین به عنوان یک داربست استفاده کنید تا به شما در رسیدن به مرحله بعدی کسب و کارتان کمک کنند. با آرزوی موفقیت شما در این مسیر. و پیوستش هم کتاب‌ها و پادکست هایی رو که ایشون پیشنهاد دادن رو در انتهای کتاب آورده و پیوست 40 ایده کسب و کار اینترنتی هم در اینجا آورده که خالی از لطف نیست خوندن این 40 ایده. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه، به دردتون بخوره و فکر میکنم که فایل کتاب صوتی 40 قانون موفقیت هم بتونین که در اینترنت پیدا کنید. ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.